أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب تأکید وجوب الزکات، یعنی که باب در مسئله تأکید شدن واجب بودن زکات، که زکات مال را دادن واجب است و بیان فضلها. این باب همچنین در مسئله فضیلت زکات دادن همچنین دلایل تقدیم میکند و ما یتعلق بها و هر آن مسائلی که مربوط است، هر آن مسائلی که ارتباط دارد به صدقه. در این باب همچنین به مسائلی که مربوط به صدقه هست همچنین بعض دلایل را تقدیم میکند امام نووی رحمه الله. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 آیت و چندین حدیث را برای ما و شما تقدیم میکند. پیش از آنه که این آیت ها را خواندنش را شروع بکنیم، اولا گفتنی هستم که زکات را دادن این یکی از دلایل خیرخواه بودن اون انسان است. یعنی از فضائل زکات همین است که انسان وقتی زکات مال میتید اون انسان خیرخواه است، یکم. و دویم این است که اون انسان از مرگ بد و از مرگ ناخوش، از مرگ شرمنده کننده در امان میماند. و همچنین زکات دادن انسان قدرش را بالا میبردارد، هم در پیش مردم هم در نزد الله تبارک و تعالی. و همچنین زکات دادن از صدقه دادن در ثوابش زیادتر است. مثلا یک انسان یک کس 100 سوم صدقه میدهد، اما یک کسی دیگر 100 سوم زکات میدهد. اون آدمی که 100 سوم زکات داد ثواب اون زیادتر است از این انسانی که 100 سوم صدقه دادگی است. پس ثواب زکات از ثواب صدقه دیده بالاتر است و زیادتر است. و همچنین زکات دادن سبب می شود، چطوری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید کل امرئ فی ظل صدقته، یعنی که هر شخصی صدقه دهنده و زکات دهنده در سایه زکات و صدقه اش می باشد در روز قیامت، حتی یفصل بین الناس، تا اینکه در میان مردم حکم صادر شود. یعنی در روز قیامت که مردم همه در میدان محشر هستند، الله تبارک و تعالی انسان‌های زکات دهنده را در زیر سایه زکات هایشان تا حکم صادر شدن نگاه می داشته است. پس اینها همه فایده های زکات دادن است. غیر از این فایده ها خیلی زیاد است. اگر که در مسئله فایده زکات صحبت کنیم، چند ساعت ها صحبت کنیم، باز هم کمی می کند. اکنون بگذاریم به درسمون. همین قدر فایده ها انشاءالله کفایت کننده هست. بگذاریم به درسمون که امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 آیت میارد. آیت یکم امام نووی رحمه الله میگوید که قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که در سوره بقره آیت 43 و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاه، الله سبحانه و تعالی میگوید برپا دارید نماز را، یعنی نماز را بخوانید، و آتوا الزکاه و زکات را بدهید. پس خواندن نماز فریضه الهی است که ما باید در یک روز 5 وقت نماز داشته باشیم. و همچنین برای انسانی که مالش به نصاب میرسد، برای انسانی که مال دارد به حد نصاب، این انسان باید زکات مالش را بدهد، زیرا اینکه فریضه الهی بالای این انسان می باشد زکات دادن. این بود یکم آیت. آیت دوم سوره بینه آیت 5 است که امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره بینه آیت 5 گفته است که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین
مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة و ذلك دین القیمه. الله سبحانه و تعالی گفته است که و ما امیرو، یعنی امر نشدن انسانیت، مسلمان ها امر نشدن الا لیعبدوا الله، مگر به عبادت الله، مگر اینکه مسلمان ها یا انسانیت امر شد که انسان الله را فقط بپرستد، عبادت الله بکند. مخلصین له الدین، یعنی که مخلصانه برای الله تبارک و تعالی عمل رو انجام بدهد، عبادت رو انجام بدهد. مخلصین یعنی که با اخلاص، لهو از برای الله، دین را انجام بدهد. مقصد از دین یعنی چی؟ یعنی عبادت را. عبادت باید خاص به خاطر مخصوصی الله تبارک و تعالی هست. حنفاء، که همین عبادت حنفاء می باشد. یعنی که حنفاء یعنی چی؟ یعنی با اخلاص عبادت کردن الله سبحانه و تعالی و با توحید الله را عبادت کردن را میگن حنفاء. از شرک دور شدن را میگن حنفاء. پس الله تبارک و تعالی را با توحید عبادت بکند و از شرک و بدعت و خرافات دور بیستد. حنفاء یعنی از راه های باطل دور ایستاده بر راه حق نزدیک شدن به عمل کردن را میگویند. و یقیم الصلاة، و برپا بدارن نماز را. ببینید الله سبحانه و تعالی همچنین نماز را ذکر کرد که ای مسلمان برپا بدار نماز را. یعنی بنده مأمور است که الله را عبادت کند، که نماز بخواند. و یؤتوا الزکاة، و باید بدهد زکات را. زکات مال را همچنین دادن این فریضه الهی است برای کسی که مالش به نصاب میرسد. و ذلك دین القیمه، و این دین استوار و راستین و ثابت می باشد. و این دین بسیار ثابت است که همین کارها را انجام بدی، یعنی الله را عبادت بکنی و با اخلاص عبادت عمل را انجام بدهی، با توحید عمل را انجام بدهی، از بدعت و شرک دور باشی، نماز بخوانی، زکات بدهی. ان همین دینی چی است؟ دینی استوار است، ان همین دینی راستین می باشد. این بود دویم آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب وجوب زکات، تأکید وجوب زکات آورده است. آیت سیوم که امام نووی رحمه الله در اینجا میارد میگه و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است. این آیت از سوره توبه آیت 103 است که الله سبحانه و تعالی میگه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم فیها و تزکیهم بها. الله سبحانه و تعالی میگه خذ من اموالهم صدقه، یعنی که بگیر از بعض مال اونها صدقه، از بعض مالهای اونها را برای صدقه پیغمبر صلی الله علیه و سلم بگیر. تطهرهم، یعنی تو اونها را پاک بگردان. یعنی زکات را دادن سبب پاک گشتن انسان می شود، انسان پاک می شود. تطهرهم یعنی پاک بگردان اونها را. و تزکیهم بها، و تزکیهم یعنی که تو اونها را تزکیه بدهی، تزکیه بکن، یعنی اخلاقشان را خوب بکن، اخلاق و منهجشان را درست بگردان. بیاین به سبب زکات دادن، به سبب گرفتن زکات از مال اونها. پس مال انسان یکمش این بده است که انسان پاک و تازه و طاهر میگرداند. دوم فایده اش این بده است که انسان تزکیه میداده است، انسان را اخلاق نیک میداده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الله امر میکند برای گرفتن بعضی از مالهای مردم همچون صدقه. مقصد صدقه نه زکات، همچون زکات گرفتن الله سبحانه و تعالی امرش کردگی است. این بود سه آیتی که امام نووی رحمه الله در اول این باب آورده است. اکنون میگذاریم به قسم حدیث های این باب. حدیثی 1205 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که
از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، هر آینه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند بنی الاسلام علی خمس، یعنی که اسلام با 5 پایه راست شدگی است. یعنی اسلام بنا شدگی است با 5 پایه، با 5 خصلت، با 5 اساس، که این اساس ها و ویژگی ها و این خاصیت هایی که اسلام را، اسلامی بنده را کامل میگرداند و چی است؟ شهادت ان لا اله الا الله، یکم گواهی دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله، معبودی بر حق یگانه الله هست، الله باید پرستیده شود، عبادت کرده شود. این و ان محمدن عبده و رسوله، و همچنین گواهی بدهد که محمد بنده الله و فرستاده الله است. این اولین پایه اسلام است، یعنی که گواهی دادن به یگانه بودن الله با عبادت، الله لایق و سزاوار است برای عبادت و بس، و محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله و بنده الله است، پیغمبر الله و بنده الله است. این اولین رکنی، اولین پایه اسلام می باشد. پایه دوم اسلام و اقام الصلاه، یعنی برپا داشتن نماز، خواندن نماز در یک روز 5 وقت نماز را خواندن، این از رکنی اسلام هست، از پایه های اسلام است که 5 وقت نماز خوانده شود. و ایتاء الزکاه، و دادن زکات، همچنین دادن زکات این هم از فریضه های الهی است که انسان باید زکاتش پرداخت بکند. پس جای دلیل اینجا است، پرداخت کردن زکات، دادن زکات برای انسانی که مالش به نصاب میرسد در یک سال از اون مالش مقدار معین جدا میکند و برای کمبغل و نادار میدهد. این بود زکات که در یک سال یک بار ادا میشد. اما نماز در یک روز 5 بار. و حج البیتی، و روزه داشتنی، و حج البیتی و حج کردنی بیت، و حج کردن هم از فریضه های الهی است. این حج کردن هم در عمر 1 بار فرض است، چطوری که لا اله الا الله گفتن 1 بار برای انسانی که دین ندارد، برای انسانی که کافر است و برای مسلمان 1 بار گفتن است که انسان 1 بار میگوید، همیشه با اون اعتقاد میشود که معبودی بجز الله وجود ندارد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است. این گفتنش که 1 بار میگوید انسان به دین داخل میشود. و حج البیت هم در حیات 1 بار است، 1 بار انجام دادنش فرض میباشد، یعنی از رکنهای اسلام میباشد. و صوم رمضان، و 5م رکن اسلام این روزه داشتن ماه مبارک رمضان است که در 1 سال 1 ماه روزه داشته میشود. پس اینها هستند پایه های اسلام. این حدیثی متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1205 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این میگذاریم در حدیث 1206 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1206 میگوید و عن طلحه بن عبید الله رضی الله عنه قال، یعنی که از طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه روایت است که گفت جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه و سلم من اهل نجد، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، جاء رجل، آمد مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اهل نجد، از سرزمین نجد یک مرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد. ثائر الرأس، موی سر اون مرد ژولیده بود، یعنی که موی سرش تلتک بود، یا موی سرش بگیم چند روز ناشسته، چند روز انسان در سفر بوده، موی دراز، شانه نکرده، نامرتب، اون مرد میگه موی سرش انا همین طور بود. نسمع دوی صوته، ما میگه میشنیدیم آوازی پاپوشیش را، آوازی قدم زنیش را، این آواز قدم زنیش شنیده میشد. ولا نفقه ما یقولو، نمیفهمیدیم میگه اون مرد چی میگفت، یعنی چیزی میگوید، دوان دوان آمده ایستاده است، آواز پاش شنیده میشد اما گپش فهمید، میدونی چیزی گفتی سعی، اما نمیفهمی که چی میگوید، یعنی خوب فهمیده نمیشد گپاش، زیرا که دور بود.
حتی دنا من رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا اینکه میگه نزدیک شد به رسول الله صلی الله علیه و سلم. فاذا هو یسأل عن الاسلام، پس ناگهان همین مردی از اهل سرزمین نجد آمدگی میگه پرسید رسول الله صلی الله علیه و سلم را درباره اسلام. فقال یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس همین مرد میگه گفت که ای رسول الله، خمس صلوات فی اليوم واللیله، یعنی 5. پیغمبر صلی الله علیه و سلم را پرسان شد همون مرد درباره اسلام که اسلام چی است. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در این سوال جواب داد که خمس صلوات فی اليوم واللیله، یعنی اسلام گفت همین است که در یک شبانه روز 5 وقت نماز را انجام بدهی. 5 وقت نمازهای 5 گانه، بامداد و پیشین، عصر و شام و خفتن، 5 وقت نماز را انجام بدهی. قال هل علی غیرهن، اون مرد باز پرسید که آیا بر من یگان چیز دیگر غیر اینها واجب هست؟ یعنی باز یگان واجب دیگر هست غیر نمازهای 5 گانه؟ قال لا الا ان تطوع، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که نه، یعنی که نمازهای فرضی دیگر نداری مگر اینکه تطوع، مگر اینکه نماز نافله بخوانی. اگر نافله خواندی پس بخوان. پس بسیار عالما از این حدیث دلیل میگیرن که نماز ویتر واجب نیست بلکه سنت مؤکده است. زیرا که اگر واجب بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که نماز ویتر را بخوان. یا همچنین بسیار از عالما میگن که، یا بعضی از عالم‌ها میگن که نماز عید واجب نیست، نماز تحیه مسجد واجب نیست. دلیلشون انا همین حدیث است. زیرا اگر واجب میشد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه میگفت. اما بعضی از عالما میگن که نه، بله نماز تحیه مسجد در قول راجح همین است که تحیه مسجد خواندن واجب نیست، اما نماز عید واجب است، با وقت خودش، با لحظه خودش، در روز معین. نماز عید رمضان و قربان اینها واجب می باشند، اما نماز تحیه مسجد واجب نیست با قول صحیح. اما بعضی از عالما حتی تحیه مسجد هم واجب گفتگی هستند. خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث که نه، دیگر نماز نیست بجز نمازهای 5 گانه بالای سرت واجب است و بس. فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم و صیام شهر رمضان، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که باز روزه گرفتن ماه مبارک رمضان هم هست. قال هل علی غیره، گو آیا بالای من، اون مرد سوال کرد که بالای من غیر از روزه گرفتن ماه رمضان با یگان روزه دیگر هست، یگان روزه فرضی هست؟ قال لا الا ان تطوع، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که نه مگر اینکه نافله باشد. یعنی دیگر روزه ها واجب نیست. پس روزهای پنجشنبه، دوشنبه روزه گرفتن واجب نیست بلکه سنت است. هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه، یا ایام البیض یعنی روزهای 13 و 14 و 15 هر ماه هجری روزه گرفتن اینا سنت هستند، نه اینکه واجب. مگر اینکه انسان اگر نظر بکند واجب می شود. اما اگر نظر نکند روزه واجبی فقط ماه مبارک رمضان است و بس. روزه واجبی فقط ماه مبارک رمضان هست. قال و ذکر له رسول الله صلی الله علیه و سلم الزکات، پیغمبر صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که ابو طلحه میگوید و ذکر له رسول الله طلحه ابن عبید الله میگوید قال، یعنی که طلحه ابن عبید الله راوی حدیث گفت که و ذکر له رسول الله صلی الله علیه و سلم زکات فقال، ذکر کرد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای این مرد میگه زکات را. پس میگه اون مرد گفت که هل علی غیرها، یعنی آیا بالای من غیر زکات فرضی یگان چیز دیگر فرض هست؟ قال لا الا ان تطوع، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که نه مگر اینکه اگر نافله یعنی صدقه بدهی. اما زکات فریضه همون مال معین، اندازه معین زکات هم بروری خلاص. غیر این اگر که صدقه دادی پس ثواب میگیری، یعنی فرض دیگر نیست، فقط فرض همون زکات مال است. فادبر الرجل وهو یقول، بازگشت میگه این مرد در حالی که میگفت، حال مرد حالت رفتن همین بود که میگفت که والله لا ازید علی هذا ولا انقص منه، قسم خورد که قسم به الله از این دیگر زیاد کار نمی کنم و از این کم هم نمی کنم. یعنی که نمازهای 5 گانه را میخونم، ماه مبارک رمضان روزه میگیرم، زکات مال را میدهم، گفت خلاص به همین عمل میکنم و میروم.
فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که افلح این صدقه، این صدقه یعنی که کامیاب شد، رستگار و پیروز شد اگر راست گفته باشد. اگر راست گفته باشد که همین 5 وقت نماز بخواند و روزه امام مبارک رمضان درست بگیرد و زکات مالش را بتید گفت، این انسان کامیاب شدگی است. پس ببینید زکات یکی از مهمترین سببی نجات یافتن انسان میگردد که سببی کامیابی انسان میگردد. این حدیث حدیثی متفق علیه است که در این حدیث همچنین زکات دادن را ذکر کرد. این بود حدیث 1206 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1207 کتاب ریاض الصالحین و عن ابن عباس رضی الله عنهما، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1207 کتاب ریاض الصالحین میگوید و از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است ان النبی صلی الله علیه و سلم، هر آن میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بعث معاذ رضی الله عنه الى الیمن، معاذ رضی الله عنه را پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه به یمن فرستاد، به طرف یمن فرستاد. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ را گفت ادعوهم الى شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله، گفت دعوت کن و اینها را تو به گواهی دادن این که نیست معبودی بر حق بجز الله و من، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، محمد رسول الله پیغمبری الله است. یعنی گفت به همین دو چیز مردم را دعوت کن. فإنهم اطاعوا لذلك، اگر که ویها گفتن همین سخن را، یعنی گفتن که لا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، گواهی دادن که الله یگانه برای عبادت است و پیغمبر فرستاده الله است، اگر به همین چیز گواهی دادن، بعد از این چیکار کن؟ فاعلمهم ان الله تعالی افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیله، بعد گفت اونها را یاد بده، بیاموزان که الله تبارک و تعالی فرض گردانیده از بالایشان 5 وقت نماز را در یک شبانه روز. یعنی بعد از گفتن لا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، بعد از این اونها را یاد بده نمازهای 5 گانه را که در یک شبانه روز 5 وقت نماز را بخوانند. فانهم اطاعوا لذلك، پس اگر که قبول کردند 5 وقت نماز را، اگر که اطاعت کردند قبول کردند از تو 5 وقت نماز را، فعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنیائهم و ترد على فقرائهم، پس گفت فعلمهم، اونها را بیاموزان، یاد بده که ان الله افترض، الله سبحانه و تعالی فرض گردانده است علیهم بالای ویها، بعد از گفتن یعنی بعد از مسلمان شدن اکنون بالات فرض میگردد چی؟ صدقتن، زکات. زکات فرض گردانده است الله سبحانه و تعالی، تؤخذ من اغنیائهم، یعنی زکات از بایها، مالدارها، ثروتمندان گرفته می شود و ترد علی فقرائهم، و داده می شود برای کمبغلان و ناداران. یعنی از بای زکات می گیری به اون کمبغلان می دهی. یعنی اسلام دینی مساوی، دینی برابری هست که ای بای زکات گرفته می شود برای کمبغل داده می شود که توی کمبغلم به پا بخیزد، کمبغلم به پا بخیزد و زندگی آراسته داشته باشد و زندگی با شکمی سیر داشته باشد که از بایها گرفته در کمبغل ها داده می شود. پس میگه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت معاذ را به این چیزها امر کردند. این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. پس این بود 3 حدیث از این باب، 3 حدیث از این بابی تأکید واجب بودن زکات. این 3 حدیث دلیل است برای واجب بودن زکات. اون آیاتایی که خواندیم دلیل بودن 3 آیات و این 3 حدیث هم دلیلی واجب بودن زکاتی مال رو برآوردن است. یعنی دلیل واجب بودن زکات. هر کسی بگوید که چی است، پس همین 3 حدیث رو میشود بخونیم، بگیم همین حدیث ها، اون 3 آیاتی که خواندیم، این آیات ها دلیل هستند برای واجب بودن، فرض بودن زکات دادن. خب این بود حدیث 1207 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1208 کتاب ریاض الصالحین، این حدیث 1208 را ان شاء الله درسی آینده خواهیم گرفت و در همین جای این درس رو به پایان میرسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.